خو یک گپ میزنم انشاءالله ملت به مثل سابق خو برده نیست، ملت به مثل سابق دنبال رو هم نیست، ملت به مثل سابق اینقدر غافل هم نیست. الحمدلله ما در مجتمع خود جوانان بیدار داریم، ملت بیدار داریم. ای جنگا و ای فرازنشی به انقلابا ما را بسیار آموخته. ما امروز گل نمیخوریم. الحمدلله اینقدر توجه و اقبال مردم ما طرف دین، طرف کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شده که هیچ حد نداره. از امو خاطر دشمن سخت وار خطاست که ما چی اهداف داریم ولی ملت به کدام طرف روان است. و مولا صاحب محترم با کلمات احساساتی مذهبی خود یک چهار تا جوان شاید تحریک بکنی، خو لیکن او کسی که درایت و بصیرت داره به فتوای ناحق و بی بنیادی تو به الله قسم اگر فریب بخوره، این گپ باعث میشه که او جوان تحقیق بکنه. در روزی که مرا مولا صاحب فتوا داد و در این دفتر رفتم، در این دفتر چی بود؟ انجیل موجود بود یا تورات؟ چی موجود بود؟ او جوان تو را به الله قسم در روز قیامت رفتنیستی و ریش سفید و دکاندار امو ملایی که فتوا را میده، تو را به الله قسم در او دفتر که رفتی چی را یافتی؟ قرآن، درس تفسیر و حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و تو سری چی حمله کرده ای؟ خودت یک دفعه متوجه شو که سری کجا حمله کرده ای. ای کاش که تو ملا و تو حاجی و تو صوفی و تو دکاندار و تو سردمدار و تو مجاهد که خود مجاهد میگی و لاف میزنی که ما از مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله دفاع میکنم. کاش که تو از مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله دفاع بکنی، کاش که تو بشناسی مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله را، کاش که تو حمله میکردی به یک فاحشه خانه. دمو منطقی که تو این فتوا را میدی جناب بچه را کالای زن پوشانده میشه و رقصانده میشه، شو تا صبح ساز است. لواطت به سطح جهان نشر شد که مرکز لواطت در افغانستان است. و جناب مولایی که فتوا داده ای تو را به الله قسم ده همسایگی دمی کار نمیشه. کدام شبکه‌ای که خیلی فحاشی را عیاشی را نشر میکرد رفتی و یورش برده ای؟ در کدام مجلس قمار یورش برده ای؟ در کدام تویی که اونجا خیلی به حیایی شده بود توی مردم تحریک میکردی و میبردی که هجوم میبردن؟ امروز برات میگفتیم که آفرین شاباس. تو در جایی که قرآن و حدیث در درس داده میشد او را یورش برده ای، کی را لط کرده ای؟ عالم قرآن و حدیث لط کرده ای، طالب قرآن و حدیث لط کرده ای. و عجیب است بی غیرت تو غنیمت میبری از یک اتاق نمیشه غنیمت میمانی. تو مفهومی غنیمت فهمیدی راستی تا بگو تو را به الله قسم و عالم که توی فتوا را داده ای. بشنو غنیمت مفهومیش میفهمی؟ و بیچارگک در کدام داری حرب استی که ملکت کافر آوردی احراز کرده ای در دار اسلام که نامش غنیمت بگذاری؟ تو تالی را مفهومی غنیمت هم نفهمیده ای. چرا؟ تا کی گل میخوری ها مولایی؟ تا کی گل میخوری در پارلمان نشسته؟ تا کی؟ اما ملت کدام طرف میره راستی تا بگو؟ ملت اموتر خو برده است؟ ملت خو برده نیست. امروز جوان ما در تلاش عزیز که حقیقت دین چیست، دین چی را میگه، ما که به کدام دین معتقد هستیم، این دین چی مفهومی داره، چی مقاصد داره.